قرآن میگه یعقوب برای یوسف گریه کرد. یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر. یعقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، میدونست مشکل ندارد، پیغمبر خدا بود، میدونست و گریه میکرد. و ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم. که آدرس مهدی رو بلده بگه کجاست پسر فاطمه؟ ابرز با امسی تو با آقا کجایی؟ عزیزون علی ان ارى الخلق ولا ترا، سخت بر من حجت ابن الحسن همه رو ببینم تو رو نبینم. گریه هاتون رو برای مهدی بکنید، اشکاتون رو برای پسر فاطمه بریزید. مهدی غریبه، مظلومه، برای یوسف زهرا ناله کنید، اشکاتون رو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. یکی از وظایف ما اینه که گریه همون بیمه پسر فاطمه بشه. و امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی منم به یاد تو هم. اگه تو برای فرج من دعا کنی منم برای سلامتی تو دعا میکنم. تو وقتی به فکر من باشی منم به فکر تو هم. جوون ها نمیدونم این حرف از من تا حالا شنیدید یا نه، ولی بگذارید شب سوم مجلس محرم سال 85 شاید محرم آخرین باشد، بذارید درد و دل امام زمان براتون بکنم. اگه کسی از من بپرسه از امام حسین قریب تر کی، میگم از حسین قریب تر پسر فاطمه مهدی زهراست. دلیلم دارم، استدلالم رو گوش کن. نمیخوام احساساتی بشی گریه کنی یا با فهم گریه کن. دلیلم رو گوش کن و گریه کن. من عرضم حسین سید الشهداست، درست، به مظلومیت شهیدش کردن، درست، اما حسین یه ابوالفضل داشت. عباس امام زمان کیه؟ حسین یه علی اکبر داشت. علی اکبر امام زمان کیه؟ حسین قاسم داشت، اون داشت، جعفر داشت. چراغا رو خاموش نکنید. کیه قاسم و علی اکبر امام زمان؟ کیو داره حجت ابن الحسن؟ کیه امام زمان؟ کیو داره؟ دلش خوش کی کرده؟ دلش خوش منصور کرده؟ من تو عباسی برای امام زمان؟ یه استدلال دوم، از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید تا اول امامت حضرت مهدی 260 سال. جوانهای دانشجو، جوانهای غیرتمند، جوانهای ولایتی، جوانهای امام زمانی، 13 تا معصوم مظلومیتشون همه با هم 260 ساله. اما امام زمان به تنهایی 1170 سال قریب. تو رو به خدا مهدی از امام حسین مظلوم تر. کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از همین امشبانه روزت گذشت، از دیشب تا حالا به من نمیخواد جواب بده. خودت و امام زمانت از دیشب تا حالا چند بار توی 24 ساعت به فکر امام زمان بودی؟ به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیست؟ امام زمان دلش خوش من شما بکنه؟ خبر نداره امام زمان پیغام بده ماه مبارک رمضان پارسال که امام زمان علیه السلام روز 13 ماه رمضان تو جمع کلان خدمت یکی از علما، خدمت آقا رسید، میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچولو شده، زیر چشمای امام زمان کبود شده. گفتم آقا چرا به این روز افتادید؟ همون از بس شیعه ها گناه میکنند و من اذیت هم میکنم. من از دست شیعه هم به این روز افتادم.
من از سنی‌ها توقع ندارم. این کلام امام زمان. من از زرتشتی‌ها و بهائی‌ها و مسیحی‌ها و یهودی‌ها توقع ندارم. من از بودایی‌ها و هندوها توقع ندارم. از بچه شیعه‌های خودم توقع دارم. شما که معتقدید ابن الحسن میگید امام زمان تو کار هست، شما چرا گناه میکنید؟ شما چرا معصیت میکنید؟ شما چرا چشماتون آلوده شده؟ شما چرا شکماتون پر از حروم شده؟ شما چرا با کاسبیاتون قلب مهدی رو میشکنید؟ شما چرا رباخور و نزولخور شدید؟ شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟ شما چرا آبرومند امام زمان رو تو دنیا میبرید؟ امام زمان از دست من و تو دلش خونه، از دست من و تو، نه از دست سنی ها، نه از دست بهایی ها. اونا که مال امام زمان میشن، مثلا کاری با حجت ابن الحسن. امام زمان میگه هی میگی ابن الحسن گناه میکنی؟ آقا فرموده بود مردم گناه میکنن، من شب صبح باید گریه بکنم بگم خدایا به خاطر من ببخششی گریه کنه حسین، این مشکی پوش حسین من، این برای مادر کتک خوردم گریه کرده، به خاطر گریه هاش خدایا ببخشش، من هی باید واسطه بشم عذاب نیاد برای شما. مهدی برای ما گریه میکنه، چرا ما برای مهدی گریه نکنیم؟ جوانی که شب میخوابه صبح بدون اینکه نیت کنه صبح بیدار بشه نماز صبح، اصلا دیگه تفکر نماز تو ذهنش نیست، این جوان میتونه بگه من شیعه حجت ابن الحسنم؟ حالا یه جوانی شب میخوابه به نیتی که صبح بلند شه نماز صبح بخونه، بیدار میشه بینه مثلا 9 صبح، نیت داشته و خوابیده بیدار نشده، کوک کرده موبایلشو بیدار نشده، زنگ کوک کرده و بیدار نشده. خب النوم اخو الموت، آقا میخوابه بدون اینکه نیت کنه صبح بلند میشه 2 رکعت نماز بخونه، بعد از نماز بگه خدایا به حق این نماز صبح فرج آقامو برسون. این جوانی که نه اهل نماز، نه اهل خدا، نه اهل تهجده، خودشو شیعه مهدی میدونه، این قلب امام زمان تیکه تیکه نمیکنه؟ دختر شیعه که با مانتو میان، چادر فاطمه گذاشته کنار، حالا هم که دیگه مانتو تموم شد، با پیرن و شلوار دارن میان تو جامعه. گوشش حیا، اگه یه نصف حیا هم توی جامعه بود، اون نصف هم دیگه نیست. و این خانمی که غزک کرده دوزک کرده خودش درست میکنه، میاد تو کوچه میته میده جلو نامحرما. دختری که تا چشمش بیفته به یه جوان نیشش تا پناگوشش بازه، با چشمش داره هرزگی میکنه. این دختر شیعه قلب مهدی رو تیکه تیکه نمیکنه. این زنی که 7 قلم آرایش میکنه تو مجلس نامحرما میاد، این سیلی به حجت ابن الحسن نمیزنه. امام زمان دست کی دلش خونه؟ دست مسیحی‌ها، یهودی‌ها، یا چارت شیعه مثل من شما؟ گریه کنید برای امام زمانتون، توبه کنید با گریه کردنتون برای خون امام زمان. تا کجا گریه کنید؟ تا اونجا که قلب مهدی رو به دست بیاریم، تا اونجا که گریه بکنیم امام زمان به گریه هامون ترحم کنیم. یه کاری کنید برای امام زمان. نماز میخونه، نه یه قنوتی، نه یه اللهم کن لولی، یکی هیچ به کجا؟ نماز، اونا که نماز میخونن نمازشون بو امام زمان نمیده. شما نظر رو برو نگاه کن، آمار نظر رو بگید، چند تا سفره پهن میکنن برای فرج امام زمان، چند تا سفره پهن میکنن برای که مریضشون رو شفا بده خدا، خونه دار بشن، ماشین دار بشن، بچه دار بشن، قرضشون ادا بشه. دعاهای مردم آدم بیاد جمع کنه، خودت که دعا میکنی چند تا دعاها برای حجت ابن الحسن، آرزوات و عدل بیرون بید، چند تا آرزوات مال امام زمان. امام زمان توی دل ما داریم، تو خونه ما داریم. دخترت اللهم کنه ولی یکی یادش دادی بچه کوچولو تو شعرهایی که تو تلویزیون میخونند و همه رو حفظن.
همه رو، تمام خواننده ها رو میشناسه بچه، تمام هنرپیشا رو میشناسه، تمام فوتبالیست ها رو میشناسه، همه برنامه ها رو میدونه. شنبه کانال 1 چی داره، دوشنبه چی داره، کدوم سریال کی پخش میشه، همه حواسه رفته تو این تلویزیون، تو این قوطی جادو و سحرآمیز. ولی پسر خبر داره، دختر خبر داره امام زمان اسمش چیه، قرار کی بیاد، برای چی نمیاد. اینقدر که سریال ها رو دنبال میکنید ببینید این سریال بعدش چی میشه. وقتی هم نبینی از خط تو میپرسی دیشب من خوابم برد نتونستم ببینم، پرسیدی این جمعه چه خبر، از امام زمان چه خبر. به اندازه یه سریال برای حجت ابن الحسن ارزش قائلیم، به اندازه یه فیلم سینمایی، به اندازه یه مسابقه یه فوتبال جوونا که چند شدند کی برد و کی باخت، به اندازه یه توپ ورزشی برای حجت ابن الحسن ارزش قائلیم. چقدر مایه اومدی برای امام زمانه؟ مگه شیعه نیستی شما؟ از کی سوال کردی؟ پیش کی رفتی؟ مدفن مرحوم آیت الله حلبی را، شیخ محمود حلبی، پیر مرداری سویلا، میدونن من که میگم. تو همین یزد شما چقدر منبر رفت مرحوم حلبی، مجتهد امام زمانی حجت ابن الحسنی میبرد برای امام زمان، همه منبراش امام زمانی بود. گریه میکرد مرحوم حلبی که مرحوم کافی شاگرد حلبی بود، مرحوم شباسیان شاگرد حلبی بود، شاگرداش همه میگن ابن الحسن. هر کی تو خط حلبی باشه منبر دربست مال امام زمان. کاری با انگای سیاسی هم نداریم که به این اون میچسبونن. و مرحوم حلبی میگو یه مرغ، یه بوقلمون، یه مرغ تو خونت باشه، ببین طوره به خدا کار قصدشون گریه میکرد. گفت امام زمان منو ببخش، من چیکار کنم، جامعه منو به اینجا رسونده این مثاله بزنم. هی میزد تو دانی، گفت ای وای بر من چه خاکی مثلا نامد دست مردم و بی تفاوتی مردم که مجبورم این مثاله بزنم. یه مرغ، یه بوقلمون تو حیات خونت باشه، یه رو بیای ببینیم نیست و احتمال بدی در باز بوده رفته بیرون، تا کجا دنبالش میری بگرد؟ از همسایا میپرسی بوقلمون منو ندیدین؟ مرغ منو ندیدین؟ میای تا سر کوچه از مغازه دارا میپرسی، میگردی کل محل رو که یه مرغ تو پیدا کنی. چند سالته؟ 50 سالته؟ 50 سال امام زمان تو نمیدونی کجاست، کجا دنبالش باشی؟ کی رفتی میپرسی پسر فاطمه کجاست؟ چرا دلامون رو دادیم به دنیا؟ خالی کردیم دلمون از عشق مهدی فاطمه. به اندازه یه سند خونه که گم میشه خونه رو زیر رو میکنی، یه چکت گم میشه اگه سفید امضا باشه شب خوابت نمیبره، امام زمان به اندازه یه دست چک قبول بکن، به اندازه یه سند. ای داد بیداد امام زمان دلش خون، ولی خوش بال اونایی که بلند میشن یبنن. روایت داریم جوانای خوب آخر زمان شب که میخوابن با وضو میکنن، رو به قبله میکنن. اگر بدونن شب برای نماز شب بیدار نمیشن، سر شب نماز شبشون رو میخونن. میدونید که جوان میتونه سر شب نماز شب بخونه، میگه آقا من خوابم میبره لیاقت پیدا نمیکنم، بعد نماز مغرب عشاش، قبل 12، بعد از 12، قبلی که بخوابه میگه من میدونم بخوابم نمیتونم یاد برکت بخونم، وای میشه میخونه، بعد رو به قبله میخوام، میگه امام زمان خودمو به تو سپردم، امام زمان میشه شب دست مبارک تو رو سینم بگذاری، فکرم بدی منو بیدارم کنی، من یه لحظه جمالتو ببینم. با عشق بازی با حجت ابن حسن میخوابه، صبح بلند میشه، نماز صبحشو میکنه، زد آشوراشو میکنه، تو نمازش اللهم کن ولی یک میکنه،
آقایون جوونا روایت این هر کس تو نمازش اللهم کن ولی یک بخونه یا اصلا دعا فرج بخونه 90 چیز گیرش میاد. سندش رو بهتون میگم برید مطالعه کنید. کتاب موعودنامه یا الفبای مهدویت، هر کی درباره امام زمان چیزی میخواد بدونه تمام مطالب ناب رو آقای تونه‌ای در این کتاب جمع کرده. آقای تونه‌ای در کتاب الفبای مهدویت یا موعودنامه، اول همین کتابی که ورمیداری 20 صفحه فقط برای ثواب خوندن دعای فرج که چی گیرت میاد. تا میگه اللهم کن ولی یک دست بالا میکنی، امام زمان هر جا باشه دست بلند میکنه میگه خدایا به خاطر من مهدی این جوان هر چی میخواد بشه، خدایا ببینی به یاد منه، منم به یاد اوه، خدایا امروز روز خوشی باشه براش، امروز کمکش کن گناه نکنه. صبح که بیدار میشه نمازشو با اللهم کن ولی یک. وقتی از خونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره بیرون، امام زمانی این طوری هم دم در میگه یا صاحب الزمان من خودمو به تو سپردم. آقا خودت میدونی خیابونا چه خبره، آقا خودت میدونی تو این پیاده رو چه خبره، آقا میدونی زنها امروز تو جامعه دارن چه میکنن، آقا میدونی توی دانشگاه ها چه خبره، آقا خودت میدونی هر کی بخواد ایمانش رو حفظ کنه خیلی سخته. آقا من نمیخوام گناه کنم، تو کمکم کن، تو دست منو بگیر. اگر خودتو به امام زمان بسپاره امام زمان دستو میگیره. بخوای گناه نکنی امام زمان دستتو